سلام بینندگان عزیز و دوستان محترم، به برنامه امروز آشپزی گیاهی ما خوش آمدین. خوشحالیم که با ما هستین. خواهش میکنیم به ما بگن که امروز چه غذای گیاهی بر ما دارن. مرسی. سلام عرض میکنم. آموزش یک نوع شیرینی خدمت بینندگان عزیز شما خواهیم داد. ببینید توی قضیه شیرینی یه بحث تخم مرغ فقط در گیاهخواری مطرحه. منتها یکم ما میخوایم فراتر بریم، چون که بحث تغذیه سالم هم هست. اونم این که آرد سفید و شکر و پودرهای خاصی که میزنن اونها هم بهتر استفاده نشه. شیرینی در چیزهای طبیعی ما، خرما، انجیر، کشمش، اینها جزوه و توت خشک جزو مواد طبیعی هستن. ما فعلا یک نمونهش رو توی برنامه شما آموزش میدیم با خرما. برای این شیرینی که ما امروز میخوایم آموزش بدیم، مواد اصلیمون خرما هست. درست. شد 500 گرم خرما، 250 گرم مغز گردو، 100 گرم نارگیل و 250 گرم مغز بادام که این 250 گرم مغز بادام نزدیک به 100 گرمش داخل خود مواد چرخ میشه. 150 گرمش برای وسط شیرینی که یکمی شما الان خورد کردیم، یکمی سالم تره که این حالا وسط شیرینی میذاریم. درست. حسمون رو پودرش میکنیم و به صورت خیلی برای تزیین روی شیرینی میتونیم از کنجد استفاده بکنیم، میتونیم پودر نارگیلمون رو با زعفرون زردش بکنیم، چند تا رنگ درست بکنیم. با شکل‌های مختلف میتونیم قالب‌های شیرینی بگیریم. با همین میتونیم کیک تولد درست بکنیم. با همین بله، به جای خامه روش از بادوم هندی خامه درست بکنیم. اینو خیلی مقوله طولانی داره که ما واقعا نمیرسیم همش رو در برنامه شما آموزش بدیم. یه کلی میگیم دیگه، انشالله عزیزان خلاقیت خودشون باشه و بتونن شیرینی درست بکنن. درسته. فقط لطفاً برام بگین که این موادی که الان اینجا گذاشتین چه خاصیت‌هایی داره و چطور، یعنی که مثلا انرژیزا هست، خرما، حالا گردو، چه خاصیت‌هایی برای بینندگان عزیز داره؟ این موادی که اینجا هست همش خام و طبیعیه، سرشار از خاصیته. قندی که خرما داره بالاترین قندی هست که توی چیزهای طبیعی وجود داره. خیلی فوق‌العاده است. منتها خرما هم یه حدی داره خوردنش. درست. معمولا حالا آدم متفاوتن، بین 4 تا نهایتا تا 7 روزانه، چون بهترین غذای دنیا هم وقتی که زیاد بشه مشکلاتی رو درست میکنه. بنابراین گردو هست که اسید چرب فوق‌العاده خوبی داره. مغزیات هست که سرشار از این بادوممون سرشار از پروتئینه. خدمتتون عرض بکنم که سرشار از کلسیومه، فوق‌العاده جالب. و من حیث المجموع این شیرینی یک شیرینی خوشمزه، یک شیرینی سالم، پختم توی این شیرینی نداریم. همه چی خامه. بله، شیرینی گیاهی هست که میشه بپزی بدون تخم مرغ، خیلی هم عالی میشه. کیک، اینها ما باید یه برنامه داشته باشیم فقط مخصوص آموزش شیرینی های گیاهی. بله، چون شیرینی معمولا نمیدونن چی بخورن. مثلا میگن که ما شیرینی چی بخوریم، حالا تخم مرغ توش نباشه پس ما چی بخوریم؟ ما عاشق شیرینی. بله، خدمتتون عرض کنم که بدن ما هم خیلی نیاز به شیرینی داره، ولی شیرینی که در خرما و چیزهای طبیعی هست. ما الان هسته این خرما ها رو در میاریم، این خرما چرخ میشه، بعد گردو باهاش چرخ میشه، اون مقدار بادوم و نارگیل موادمون آماده است. میتونیم به این مواد دارچین بزنیم، یه چیزایی که حالا مثلا مثل پودر هل میتونیم استفاده بکنیم. چیزی ما الان اینجا نگذاشتیم، نه پودر هلی گذاشتیم نه دارچینی گذاشتیم، که انتخاب رو به خود. همینطوریش هم خیلی خوشمزه است. بله. بنابراین ما هسته اینها رو در بیاریم، اون رو با هم دیگه چرخ بکنیم، موادمون رو آماده بکنیم، بعد دیگه به شکل‌های مختلف میتونیم گرد در بیاریم، نمیدونم مربعش بکنیم، بیضی شکلش بکنیم، قالب بزنیم، هر جوری که دیگه دوست داریم. حتی میتونیم از این کاغذایی که شیرینی توش میزنن بگیریم، از جوای خوشگل بگیریم، اینها رو درست بکنیم، هدیه بدیم و خیلی کارا. من این رو حساشو در بیارم، چرخش بکنم. خب دوستان، مواد شیرینی ما تا حدی آماده شده. لطفاً بر ما بگین که الان چیکار کردین، چه چیزایی رو با هم مخلوط کردین؟ بله، ما مغز بادوم، مغز گردو، پودر نارگیل و خرما رو با هم دیگه چرخ کردیم. درست. یه سری خرما رو چرخ کردیم، یه سری تمام مواد رو با خرما چرخ کردیم. این
ماده اولیه ما آماده شد. تو موادی که داشتیم با نارگیلمون یه زعفرونی درست کردیم با پودر دارچین. میبینید که نیازی هم به کاکائو نیست، همون رنگ کاکائو میشه. خدمتتون عرض کنم که پودر پسته، یه مقدار از پودر بادوم نگه داشتیم، خلال بادوم و پسته داریم. البته ما همه تقریبا سعی کردیم بیشتری مدلاشو داشته باشیم. کنجد هم میتونستیم که در دسترس ما نبود. بله. اشکالی نداره اگر خلال پسته نبود، اگه خلال بادوم نبود، اصلا اینا میشه فقط با گردو و خرما این کارا کرد. فقط با گردو؟ آره، حتی مثلا میشه با بادوم زمینی این کارو کرد. البته از نظر سلامت گردو خیلی بهتره، ولی منظور این که حتما واجب نیست که گردو باشه، بادوم باشه. حالا بله. اینا تمام برای تزیین روی شیرینی ماست. میتونه یه دونش باشه، میتونه همش باشه. ما سعی کردیم از اینا میتونیم وسطش استفاده بکنیم. میتونیم مثلا بادوم وسطش بذاریم، پسته سالم درستی مثلا پودر نشده وسطش بگذاریم. شکل‌های مختلف. ما الان هیچ قالبی نداریم، چند تا شکل با دست درست میکنیم. منتها قالب داشته باشیم میتونیم قالب بزنیم. الان آماده است. یه ظرفی میگذاریم، مثلا گردش میکنیم یا قالب میزنیم به هر شکلی که خواستیم، قلب درش بیاریم، هر شکلی که خواستیم. بعد روش میتونیم تزیین بکنیم، میتونیم بادوم هندی مخلوط بکنیم با یه کم آب به صورت خام در بیاد، حتی تو قیفای که خام میزنن بزنیم. از این کارا میتونیم بکنیم. منتها ما فعلا حالا شیرینیش رو به شما آموزش میدیم. با چه چیزایی مثلا خوب میشه که این شیرینی صرف بشه؟ با چی مثلا بخورن که خوشمزه باشه؟ حالا نوشیدنی، حالا چای شما میگین یا مثلا میشه چای نعنا باش دم کرد، مثلا خورد توی مجالسی که نیاز به شیرینیه برای مهمونا، مثلا از اون استفاده کرد. درسته. بچه‌هایی که شیرینی دوست دارن، خانم آقایونی که شیرینی دوست دارن، میتونن اینجا جایگزین بکنن. انرژی خیلی زیادی داره. و اونایی که ورزشکار هستن که ورزش‌های سنگین میکنن، این شیرینی براشون بسیار عالیه. متاسفانه این روزها از این موادهای نمیدونم اسمش هم چیه زیاد انرژیزا، آره نوشیدنی های انرژیزا، بله اینا متاسفانه هست و خیلی هم وضعیتش خطرناکه. میتونن این را استفاده بکنن، باش ورزش بکنن، ببینن که چقدر بله انرژی میگیرن. چقدر قشنگ شد، چقدر خوش رنگ. بله ببین ما الان این مثلا حالا 4 مدلش. خب خدمتتون عرض کنم که میتونیم حتی وسطش هم از اون بذاریم که من حالا فعلا شکلشو دارم درست میکنم. حتی توی اون خلالا هم فکر میکنم بتونین مثلا بغلتونین که اونم میشه. بله جدیدی میشه. بله اونم میشه که استفاده کرد خیلی راحت برای شب عید، برای ایام عید کلا. بله میتونید به مدل‌های مختلف صورت اینطوری در بیارید، مثلا تزیین بکنید، جعبه بکنید، بذارین توی این کاغذایی که شیرینی میزنن کوچولوئه، تو اونا جا بگذارین، قالب بگیرین، به مدل‌های مختلف هدیه بدین. بله پس ما الان یه چند تا مدل درست میکنیم، وسطش هم از بعضی از این خلالا میذاریم و خدمتتون آموزش نهایی رو میدیم. و بله دست شما خواهش درد می‌کنم. نکنه. پس من ادامه اینو میبرم تا بله. خب بینندگان عزیز، شیرینی ما آماده شد و می‌بینیم که چقدر قشنگ در طرح‌های متفاوت و شکل‌های قشنگ خوشرنگ ما این شیرینی رو داریم و میتونید در منزل شما درست کنید. اگر توضیح خاصی دارین راجع به این شیرینی، این طرح‌های خوشگل متفاوت که واقعا در چشم قشنگ هست. بله خدمتتون عرض کنم. خب طرح‌هاش همونطور که می‌بینید ما 4 مدلش مثلا با نارگیل فقط رنگش رو عوض کردیم با مواد طبیعی. شکلا هیچ چیز خاصی نداره، همونطور که می‌بینید چقدر نامنظمه. همین گرد هم که می‌بینید، البته اگر اینا حالا یه دست در بشه، مثلا یه ردیف گرد، یه ردیف بیضی شکل، یه ردیف مثلا به صورت قلب، و منتها این را ما اجازه دادیم که بچه‌ها درست بکنن، چون که بچه‌ها شیرینی دوستن. وقتی که بچه‌ها را بهشون
اجازه بدیم بیان تو کار اصلا خراب بشه، هیچ در صورتی که خراب هم نمیشه. الان خیلی خوشگل‌تر از اینه. آره. چون که بدون اینکه هیچ ذهن منظم خواسته باشه کار بکنه، این هم بازیشه کرده، هم شیرینیا درست کرده، بعد خودش هم اون شیرینیا میخوره. درسته. یعنی به یه نوعی استفاده میکنه که از همینجا باید و نباید به بچه‌ها نکنیم، اجازه بدیم اون هم اعتماد به نفس پیدا بکنن، بذاریم یه مقدار بیان تو صحنه یاد بگیرن کاراشونو بکنن. وقتی بچه‌ها توی پخت غذا کمک بکنن، مثلا مادر تو هویج را پاک بکن، پسرم تو نمیدونم اینا خورد بکن، اصلا بذاریم مثلا هویج خوراکی کدومونو بچه خورد بکن، بعد اون غذا رو مشتاق میشه که بخوره. با چقدر خوب اصلا ما میتونیم مواد شیرینی درست بکنیم. پسرم ما این شیرینی رو میذاریم در اختیار شما، من کار دارم، هر جوری که میتونی قشنگ‌تره درستش بکن، مهمون داریم. خب در صورت دست شما درد نکنه و امیدوارم که دوستان عزیز درست کنن و به نظر میاد که خیلی خوشمزه شده باشه. حالا من به جای شما عزیزان تست میکنم و نظرم رو میگم. خب ما این شیرینی خرمایی رو تست میکنیم. مرسی، واقعا خوشمزه شده، ممنون. اون طعم زعفرون هم خیلی بهش مزه خوبی داده. ببینید ما اینا رو میتونیم به صورت رولت در بیاریم. خب حالا ما فرض میکنیم که این یه رولت بزرگتر باشه. درسته. اوکی. این الان رولت ما میشه به شکل بزرگتر، میذاریمش وسط کاغذی مغزی میذاریم، رولتیش میکنیم. یعنی رولت درست میکنیم، کیک خامه‌ای درست میکنیم. این با این مواد خیلی دیگه میشه شیرینی‌های مختلف که امیدوارم بتونیم توی دیویدی کامل شیرینی‌های زیادی رو آموزش بدیم. شاکر. مرسی از اینکه با ما بودید. خدا یار و نگهدار شما. مرسی.